نظامیان عراقی روزنامه‌نگاران را به زیارت از آثارخانه موصل دعوت کردند که تا چند روز پیش در دست جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی بود. در تالارهای آثارخانه هیکل‌های شکسته قدیمه از جمله گاوهای بالدار می‌خوابیدند. 2 سال پیش افراطگرایان آثارخانه را ضبط کردند، نمایشکارانه با بالغ نگاره‌های قدیمی را ویران نمودند. عبدالامیر المحمد افسر بلندرتبه از نیروهای ضدعمل عراق میگوید اکثر نگاره‌های تاریخی را جنگجویان غارت کردند. عشرات القطع الأثرية نگارهای عتیقی از زمان آشوری ها، عقدی بابلستانی ها، سلطنت فارس و روم و مصر قدیم را بودند. آثارهای کلان حجم را که انتقالشان از عراق به طور قاچاق غیر امکان بود نابود کردند. کتابخانه ها را آتش زدند. بیشتر دستنویس ها و خریطه ها را دزدیده و باقی مانده را نابود کردند. تم تحرير هذه البناية. جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آثارهای تاریخی را که انتقالشان غیر امکان بود تخریب کردند و باقی مانده را فروختند. طور این هفته معلوم شد جنگجویان آگاهانه در موصل حفریات انجام دادند. نقب‌های کوفته آنها در زیر مسجد ترکانده شده یونس پیدا گردیدند. دالان‌های زیرزمینی توسط قصر شاهی آشوری‌ها از سرخدان می‌گذرند. کارهای حفریاتی خیلی با احتیاط انجام می‌شدند تا نگارها آسیب نبینند. تجارت غیرقانونی آثار تاریخی خزینه افراطگرایان را بای می‌کرد. بینای آزاد نموده آثارخانه در موصل از ضرب تیر و تفنگ زیان دیده است و کلیسای کاتولیکی که در پهلویش واقع است نیز در نتیجه جنگ‌های اخیر سخت آسیب رسیده است.